آلفرد هیچکوک می گفت سینما زندگی است که لحظه های خسته کننده آن را بریدند. چهره سوژه ما کسانی اند که تماشای سینما زندگی آنها را رنگ و بار بخشیده است. شریفه فخریدینова 65 ساله است و سریال های هندی و ترکی را میپسندد. خودی که یک آدم کسل میشه که کینو نبینه. هم بیرونم برام خالم تیز بیام تلویزیون تماشا کنم. با ما تعریف کرد که یک داستان تلویزیونی را 4 سال باز تماشا دارد. هنوز هم سوژه‌اش او را به هیجان می‌آورد. من چیگم تو زنده دل میخوام که هم اکتورها میبینم مخول میشه. بازیق میشم کاش که جوان میشدم محبوبی میکردم. افسوس که уже 30 سال رفته. او تاجر سابق است و به خاطر دیدن هنرپیشه های سینما به هندوستان سفر کرده 1 سال زیاد هم در ترکیه زندگی کرده است. Это вы в сериале увидели, да? همین انگشتری که شبیه آن در انگشت سلیمان از پرسوناژ های فیلمی ترکی خورم سلطان بود یادگاری از آن سفر هاست. بهره میبره. پریرودش، اکتوروش، همیشه. صنعت، امانی جواهرات، سر و لباس. شریفه فخریدینова لباس های را می پوشد که گونه آن را قهرمانان سریال های محبوبش به تن کردند. من برای همه لوبیم زیاد میگه همین مادرش خشتمانش 30 سالی مانده. پس سن من که چیزی نقص میبیند همون نگاه کرده من با معقول شد که هم بگیرم و هم خیلی کنم. شریفه فخریدینова میگوید دقیق نمیداند که چند فیلم را حالا برابر تماشا میکند. ساعت ها میخواهد نزد تلویزور ماند. اگر من هیچی نکنم روزی در روز من با پیش تلویزیون نمیرم. در تاجیکستان دکان‌های زیادی فروش دیسک کینو موجود است و آنجا سریال‌های گوناگون موضوع را می‌فروشند. از استحصال گالیوود و بالیوود تا ایجاد شرکت‌های کره و روسیه. این دکان امید است. با گفته او طلبات به سریال‌ها زیاد است. خریداران طلباتی هر خیل دارند. هر کس پسندیده خود را دارد. کسی فیلم‌های تاریخی می‌خواهد، نفر دیگر مضحکوی. امروزها 2 سریال خریداری زیاد دارند. ایگرا پریستالوف و کارتوچنی دومیک. در تاجیکستان حق مؤلف درست رعایت نمی شود. بنابراین فیلم ها ارزانند. یک دیسک آن حدوداً 30 سنت نرخ دارد. کسانی دیگر مثل ایرج در اینترنت فیلم های مقبول خود را تماشا می کنند. ژانرهای دوست داشته من تریلر، فیلم‌های ماجرایی و ترس‌زا هستند. ایرج مخلص فیلم‌های تصویری است و به گفته او در دوشنبه آنها یک جمعیتی 300 نفرند. آنها ساعت‌ها این فیلم‌ها را تماشا می‌کنند و به تقلید به قهرمانان آن در مجلس‌های خود لباس‌های همگونه‌شان را می‌پوشند. با تقلید به فیلم غول توکیو من موی‌های خود را رنگ سفید کردم وقتی آنها دراز بودند. بعداً موی صنعی خریدم. میان مردم گشتن مشکل بود. با نگاهی محکوم کننده می‌نگرند. ایرج میگوید برای او قهرمان‌های منفی پسندند، آنها برای او جالب ترند. آنهایی که دیگران میگویند ظالم است. وقتی که به عمق تقدیر آنها فرو می‌روید، می‌بینید آنها از ابرزهای خوب چند درجه بهترند. ایرج میگوید به زندگی امروز می‌نگرد و آرزو می‌کند بعضی از جای‌های این قصه‌های بافته به واقعیت‌های روز تبدیل یابند. فیلم تصویری روزنامه مرگ را دوست می‌دارم. نام کسی را در این روزنامه بنویسند، او می‌میرد. بعضا می‌خواهم چنین روزنامه هم در دست من باشد. با سبب گرفتاری به تماشای فیلم‌های تصویری، مناسبت ایرج با والدانش تغییر یافت. اول میگفتند کودکان فیلم‌های تصویری تماشا میکنند. وقتی من با آنها نشان دادم آنجا کشتار و خونریزی بود، تماشای این فیلم‌ها را منع کردند. ایرج میگوید تماشای فیلم‌های ترس‌زا و خونریزی بر روان او تاثیر منفی نمی‌رساند و بدون توجه به نظر اطراف من بعد هم به شغل خود ادامه می‌دهد. میخواهم از عموم فرق کنم، دیگر باشم.
ҳамаашон ҳатто мӯйҳояшон ро як хел ороиш медиҳанд ва ба назари дигарон дар бораи шуғл ва фарҳанги зиндагиам бетафовутам. мақомоти тоҷик бар ин назаранд ки сериалҳо ба мардум таъсири бад ҳам доранд. аз соли 2012 рӯйхати филмҳои хориҷие мавҷуд аст ки тарҷума ва фурӯши онҳоро ҳукумат манъ кардааст.